سفر امروزم اینجا خط شد. انصافش خیلی خوشگله. این ساعت دل طبیعتی این سنگنگاه رو تو خوشگله خوشگله. این کرسی برات گذاشتم پویایی چیزایی بود من برات پیدا میکنم باشم خونگردی و اینا خوراک خونه منه، یعنی هیچ کس نیست. میری اینجا ریلکس میکنی، هیچ صدایی هم نیست، سکوت و سکوت، آرامش رو کنم دوستتون دارم.